همین استغفرالله چی استغفرالله کنم کی من 6 کودک دارم اینا مهنت کردم. و نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران. چون که در سرلوحه ویدیو دیدید، ویدیو را نتوانستیم بگذاریم زیرا مهم نیست و درباره خشتامندهای ظالم کمی صحبت نکنیم. از شما خواهش تا آخر خوب گوش کنید. کی حق است، کی ناحق است، کی رول کی را باید بازی کند شاید فهمید. همون خشتامندهایی که در خانه خود کلین می آورد. شاید که بسیاری خشتامندها هست صاحب 4 5 6 تا 7 کلین هستند، ولی هست در خانه آنها 2 کلینش باقی ماندگی هست. و نسبت بسیاری خشتامندها نسبت کلینای خود چون رفتار میکنند که گویا او یگان غلام باشد. ای مادر عزیز، ای خشتامندهایی که امروز خداوند بر شما نعمت داده است، فرزند داده است و شما صاحب کلین شدید، شما صاحب نبیره و عبیره گشتید، این آن نیست که اکنون شما سردار شدید. همان کلین از خانه پدر و مادر خود بر خانه شوهر می آید. وظیفه او در خدمت شوهرش صادق بودن است. وظیفه کلین این نیست که شب روز در خدمت پدر و مادر شوهر باشد. وظیفه فرزندان، وظیفه پسر است که باید در خدمت پدر و مادر باشد. بعضی پدران و مادران میگویند که با همسر چنان بفهمون که چگونه باید خدمت پدر و مادر را بکند. در اصل مرد باید نگوید که هر سحر از جایش که خیست رفته خدمت پدر و مادر را کن، فلان کن، بیمدان کن. یک بار بس چنان رفتار کنید که همون زن شما، همون عروسک باید خودش فهمد که از دوستداری شما، از محبت شما را احترام کند و پدر و مادر شما را احترام کند و در خدمتشان باشد. امروز بسیار کلین ها عذاب میکشند، بسیار کلین ها مشقت میکشند، بسیار کلین ها روز ندارند. از دستی که از دست یعنی همین خیل خشتامندهای ظالم. بس هر کاری میکنین فکر کنین که همون دختری که از خانه پدر و مادرش آمد و خانه شما، دختر شما که به دیگر جا رود، آیا میخواهید که زندگی او ویران شود؟ آیا میخواهید که انا همون دختر شما را شب و روز مانند غلام، مانند خر کار فرمانند؟ البته نه، برای که شما مادر هستید. پس این که باشد همون دختر، همون عروسی که خانه شما کلین شده میفراید، او هم پدر و مادر دارد، او هم جگربند یک مرد و زنی هست. چرا این را ما فکر نمیکنیم؟ همیشه درباره خودمان، همیشه درباره آنه که ما باید همیشه حق باشیم، ما باید بالانشین باشیم. برای همین یک واقعه در همان در دهه صادر می شود. میگویند خشتامند با کلین خود کمی گپشان میگریزد. عیب خشتامند است که بسیار گپ میزده است و این کلینش میگوید که خاله جان بس، خود را عصبی نکنید. میکنه همان کارها را، میخیر خود را عصبی میکنید، دولین میزنه، در اونجا خواب میرین و خدا قسم میگه هیچ که به شما دلش نمیسوزه. میگه در همین حالت همون خشتامند عروسک عصبانی میشود، میگه انا تو مرا چی ها گفتستی فلان بیمدان، اکنون چی گپ میشود؟ من حاضر با پسرم زنگ میزنم و بسیار گپ های میگویم، تو مرا دشنام کردی، تو رو از پسر خود جدا میکنم. میگه این زن با همون پسر خودش زنگ میزنه، میگه که زن تو میگه همین خیلی گپ ها را با من گفت، زن تو گفت که همین خیلی میکنم که تو دوله نمیزنه، تو جا که خواه میره هیچ که برت نگاه نمیکنه. در اصل این خیر نبود. در اصل همون عروس، همون خشتامند خشب فکر میکرد، نه که این خشتامند ظالم که بود، پسرش که در فدراسیون روسیه در غریبی کار میکنه و زنش زنگ میزنه، میگه جواب دادم، مقصد طلاقش میکنه. چیکار میکنه؟ اون دخترک با 3 عائله، با 3 فرزندش، میبخشید با 3 فرزندش چیکار میکنه؟ جدا میشوه. ای مادرها، ای خشتامندهایی که چنین ظالم هستید، شما میل حیات این دخترک فکر نکردید؟ شما چی با حیات فرزند خودتان فکر نمیکنید؟
در اصل این نیست که تو ایمو دخترک خلاص شدی، ایمو عروسی خود کلین خلاص شدی. نه، در اصل این است که تو با دست خودت، با همین فریب هایت، با همین دروغ هایت حیات فرزند خودت ساختی. در اصل بسیار کارها از جانب خشتامن ها صادر می شود. در اصل بله، بسیار کلینچک ها یعنی که عروسک ها هم هستند که کمتر به عقلی میکنند. یکی آنها حالیاشان میگه خر به نزد بار بیار، اگر که نشید بار را به نزد خر ببر. وقتی که دیدی که یگان راه ندارد، چاره ندارد، تربیتش کن، نصیحتش کن. دختری ما، اصلی ما، جانی ما، مقصد مهربانیش کن. یک بار وقتی نسبت کلینتون بسیار خشتمان ها را میبینم، نسبت کلینتون همیشه رفتار میکنین، فکر کنین که یک زن دیگر، یک خشتمان دیگر نسبت دختر شما همین کار کرده است. به خدا قسم شما حیات فرزند اختانه، حیات میوه دل اختانه خودتون ویران میکنین. او آدمی که یک بار از زندگی شکست خورد، دیگر هرچند ملکه را یا که یگان فرشته را هم گرفتین، اوجه دیگر دیر میشود. هرچی هست از اول کار آغاز باید کرد.